امروز همچنین در تالار مجمعی آریان شهر اسفره ملاقات خاصه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامای رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سارانبای ژینبکوف و مذاکرات وسیع با اشتراک راهبران وزارات اداره‌های مربوطه و مقامات محلی خود اداره کنی تاجیکستان و قرقیزستان انجام یافت. جانب‌ها علاقمندی خود را به توسعه و رشد همکاری‌های گوناگون جبهه در اساس اصول دوستی و حسن همجواری ابراز داشتند. در این ارتباط طرف‌ها به موافقه رسیدند که در سطح کمیسیه‌های حکومتی جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان آید به دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان با مقصد به انجام رسانیدن روند دلیمیتاسیا و از لحاظ حقوقی بر رسمیت درآوردن سرحد مشورت و مذاکرات را ادامه دهند. ملاقات دایر گردیده اهمیت تاریخی داشته دو کشور را به عملیه انجام دادن روند دلیمیتاسیا و دمارکاسیای سرحد دولتی تاجیکستان و قرقیزستان نزدیک می‌آورد. انجام دادن کارها جهت از لحاظ حقوقی بر رسمیت درآوردن سرحد دولتی میان تاجیکستان و قرقیزستان به تمام مجموع مناسبت‌های متقابله دو کشور تأثیر مثبت خواهد رساند.